دو مرد در زیر زمین و یک سلطان در 800 مایل دورتر. آنها 6 ماه است هر شب این تونل را حفر می‌کنند. بالای سرشان شهر مدینه در خواب. علما، زاهدان، سربازان. هیچ کدام نمی‌دانند که در زیر مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 2 مرد در حال کندن زمین به سوی مقدس‌ترین قبر در اسلام هستند. اگر آنها موفق شوند، جهان اسلام هرگز از این ضربه بهبود نخواهد یافت. اما این دورمرد چیزی را نمی‌دانستند. در دمشق، سلطانی تازه با فریاد از خواب بیدار شده بود. خواب که نه 1 بار، نه 2 بار، بلکه 3 بار در یک شب دیده بود و تا صبح نتوانسته بود بخوابد. و آن سلطان در خواب چی دید؟ که همه چیز را رها کنید به سوی مدینه برود. اسلام علیکم دوستان. این داستان سلطان نورالدین زندگی است در دل شهر آرام و مقدس مدینه، جایی که عطر ایمان در کوچه ها جاری بود، شبها حال و هوای عجیبی داشت. نسیم ملایمی از میان نخلها می‌گذشت و صدای آرام آن با زمزمه دعاهای شبانه در هم می‌آمیخت. در میان آن سکوت نورانی، مسجد النبی چون نگینی درخشان می‌درخشید. و در قلب آن قبر مبارک محمد صلی الله علیه و آله آرام گرفته بود. سالها از رحلت پیامبر گذشته بود، اما عشق مردم به او هرگز کم نشده بود. زائران از دورترین سرزمین‌ها با پای خسته اما دلهای پر امید خود را به این شهر می‌رساندند. برخی با اشک شوق، برخی با دلهای شکسته و برخی تنها با یک آرزو، گفتن یک سلام ساده به پیامبرشان. روزها مسجد پر از صدا بود، صدای دعا، قرآن و سلامهای عاشقانه. اما شبها مدینه چهره دیگری داشت. کوچه ها خلوت می شد، چراغ‌ها کم نور می گشت و سکوتی عمیق همه جا را فرا می گرفت. سکوتی که گویی رازهای پنهان را در دل خود نگه داشته بود. در یکی از همین شبها، وقتی ماه نیمه در آسمان می درخشید و سایه دیوارهای گلی بر زمین افتاده بود، 2 مرد غریبه در کوچه های مدینه قدم می زدند. آنها تازه وارد بودند. لباسهایی ساده بر تن داشتند، چهره‌هایی آرام و رفتارهایی متواضع. هر کس آنها را می‌دید، گمان می‌کرد مردانی زاهد و اهل عبادتند. آنها خانه‌ای کوچک در نزدیکی مسجد گرفتند. روزها در میان مردم دیده می‌شدند، نماز می‌خواندند، قرآن تلاوت می‌کردند و حتی به نیازمندان کمک می‌کردند. کم کم مردم به آنها اعتماد کردند. بعضی حتی آنها را مردان صالح می‌نامیدند. اما شب که فرا می‌رسید، چهره واقعی ماجرا آغاز می‌شد. وقتی آخرین چراغ‌ها خاموش می‌شد و صدای قدم‌های رهگذران از کوچه‌ها محو می‌گشت، آن 2 مرد در خانه را محکم می‌بستند. سکوتی سنگین فضا را پر می‌کرد. سپس یکی از آنها شمعی روشن می‌کرد. نور لرزان شمع سایه‌هایی ترسناک بر دیوار می‌انداخت. آنها به گوشه‌ای از اتاق می‌رفتند، جایی که ظاهراً هیچ تفاوتی با بقیه زمین نداشت. اما ناگهان یکی از آنها قالیچه را کنار می‌زد. زمین زیر آن شکافته شده بود. گودالی تاریک همچون دهانی خاموش به اعماق زمین باز می‌شد. آنها بی هیچ سخنی ابزارهای خود را بر می‌داشتند و آرام آرام وارد آن تاریکی می‌شدند. صدای خفه کندن خاک هر شب در زیر زمین طنین می‌انداخت. خاک‌ها را در کیسه‌های کوچک جمع می‌کردند و صبح زود پیش از بیدار شدن مردم آنها را به تدریج در نقاط مختلف شهر پخش می‌کردند تا کسی شک نکند. شب به شب، ذره ذره، تونل طولانی‌تر می‌شد. هدف آنها مشخص بود، هدفی خطرناک و تکان دهنده. رسیدن به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله. در حالی که مردم مدینه در آرامش زندگی می‌کردند و زائران با اشک و دعا به مسجد می‌آمدند، در زیر پایشان نقشه‌ای تاریک در حال اجرا بود. هیچ کس چیزی نمی‌دانست. نه صدای خفه بیل‌ها شنیده می‌شد، نه لرزش زمین حس می‌شد. نه کسی به آن 2 مرد شک کرده بود.
همه چیز عادی به نظر می رسید. اما حقیقت این بود که هر شب فاصله آن تونل با قبر پیامبر کمتر و کمتر می شد و خطری بزرگ آهسته و خاموش به مقدسترین نقطه مدینه نزدیک می شد. شبها یکی پس از دیگری می گذشت. آن دو مرد بیوقفه و با صبری عجیب کار خود را ادامه می دادند. روزها در میان مردم چهره‌ای آرام و بیگناه داشتند، اما شبها در دل تاریکی زمین را می شکافتند. 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه و سرانجام 6 ماه کامل گذشت. 6 ماه کندن زمین در سکوتی مرگبار. دستانشان زخمی شده بود، نفسهایشان سنگین، اما ارادهشان هنوز پابرجا بود. تونل حالا طولانی شده بود، پیچ و خم‌هایی داشت و به طرز خطرناکی به محدوده مسجد النبی نزدیک شده بود. هر بار که خاکی را کنار می‌زدند، به هدفشان نزدیکتر می‌شدند و هر شب خطر بزرگتر می‌شد. در همان روزها، کیلومترها دورتر از مدینه، در سرزمینی دیگر، مردی زندگی می‌کرد که دلش با مدینه گره خورده بود. او نورالدین زنگی بود، پادشاهی عادل، شجاع و خداترس. شبها را به عبادت می‌گذراند و روزها به عدالت. یک شب پس از نماز و دعا خسته بر بستر خود دراز کشید. کم کم چشمانش سنگین شد و به خواب فرو رفت. اما این خواب مانند خوابهای دیگر نبود. ناگهان خود را در فضایی نورانی دید. قلبش به تپش افتاد و در میان آن نور چهره‌ای آشنا ظاهر شد. چهره مبارک محمد صلی الله علیه و آله. نورالدین از شدت هیبت و عشق به زانو افتاد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او نگاه کرد. نگاهی عمیق، نگاهی که دل را می‌لرزاند. سپس بدون کلامی طولانی به 2 مرد اشاره کرد. 2 چهره، ناآشنا اما واضح، و فرمود: مرا از اینها نجات بده. ناگهان خواب پایان یافت. نورالدین با وحشت از خواب بیدار شد. نفسش تند شده بود. پیشانیش عرق کرده بود. او فوراً نشست، وضو گرفت و شروع به نماز کرد. اما ذهنش آرام نمی گرفت. این خواب چه بود؟ آن 2 مرد چه کسانی بودند؟ شب بعد دوباره همان خواب تکرار شد. این بار واضح‌تر، نزدیکتر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همان 2 مرد، همان جمله: مرا از اینها نجات بده. نورالدین دیگر نمی‌توانست این را نادیده بگیرد. شب 3 برای 3مین بار همان رؤیا. اما این بار دل نورالدین به یقین رسید. این فقط یک خواب نبود. این یک هشدار بود. او از جا برخاست. چهره‌اش جدی شده بود. بیدرنگ دستور داد اسب‌ها را آماده کنند. وزیرانش با تعجب پرسیدند: ای امیر، چه شده؟ اما او فقط یک جمله گفت: مدینه. باید فوراً به مدینه برویم. او حتی یک لحظه هم تأخیر نکرد. در حالی که در زیر زمین مدینه تونل هر شب عمیق‌تر می‌شد و آن 2 مرد به هدفشان نزدیکتر، در سطح زمین مردی در راه بود. مردی که خوابش شاید تنها مانع یک فاجعه بزرگ می‌شد. سفر آغاز شد. روزها در گرمای سوزان بیابان گذشت. شبها زیر آسمان پرستاره نورالدین کمتر می‌خوابید. هر بار که چشمانش بسته می‌شد، همان تصویر در ذهنش زنده می‌شد. چهره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آن 2 مرد ناشناس. پس از روزها سفر سرانجام به مدینه رسیدند. اما نورالدین برخلاف یک پادشاه بی سر و صدا وارد شهر شد. نه اعلامی، نه تشریفاتی. گویی می‌خواست راز را در سکوت پیدا کند. او مستقیم به مسجد النبی رفت. وقتی وارد مسجد شد، قلبش لرزید. آرام قدم برداشت. نزدیکتر، نزدیکتر، تا اینکه در برابر قبر مبارک محمد صلی الله علیه و آله ایستاد. چشمانش پر از اشک شد. با صدایی لرزان گفت: السلام علیک
یا رسول الله. لحظه‌ای طولانی در همانجا ایستاد. گویی می‌خواست آرامش بگیرد. اما مأموریتی که بر دوش داشت سنگین‌تر از آن بود که اجازه دهد فقط یک زائر باشد. او باید آن دو مرد را پیدا می‌کرد. نورالدین دستور داد تمام مردم مدینه جمع شوند. بهانه‌اش ساده بود. گفت می‌خواهد به مردم صدقه بدهد. کیسه‌های طلا و غذا آماده شد. مردم یکی یکی می‌آمدند، هدیه می‌گرفتند و می‌رفتند. اما در حقیقت نورالدین به چهره‌ها نگاه می‌کرد. دقیق، عمیق. او به دنبال همان دو چهره‌ای بود که در خواب دیده بود. ساعتها گذشت. جمعیت کمتر و کمتر شد. اما خبری از آن دو مرد نبود. نورالدین نگران شد. با خود گفت مگر ممکن است در مدینه نباشند؟ ناگهان رو به مردم کرد و پرسید آیا کسی هست که هنوز نیامده باشد؟ چند نفر گفتند بله، دو مرد هستند، زاهدند، از خانه بیرون نمی آیند و چیزی هم از کسی نمی گیرند. قلب نورالدین تندتر زد. همانها بودند. بیدرنگ به سوی خانه آن دو مرد رفتند. در خانه بسته بود. وقتی در باز شد، همان دو مرد ظاهر شدند. همان چهره ها، همان هایی که در خواب دیده بود. نورالدین لحظه‌ای سکوت کرد. نگاهشان در هم گره خورد. سپس با صدایی محکم گفت این خانه را بگردید. مردان شروع به جستجو کردند. در نگاه اول همه چیز عادی بود، اما نورالدین آرام نبود. او خودش جلو رفت. به گوشه‌ای از اتاق رسید. چیزی در دلش گفت اینجاست. قالیچه را کنار زد. زمین کمی متفاوت بود. دستور داد آنجا را بشکافند و ناگهان زمین فرو رفت و دهانه یک تونل تاریک نمایان شد. هوای سردی از درون آن بیرون آمد. بوی خاک مرطوب و رازهای پنهان. همه شوکه شدند. نورالدین به داخل تونل نگاه کرد و فهمید که خوابش حقیقت داشته است و اگر دیرتر می رسید شاید فاجعه‌ای جبران ناپذیر رخ می داد. نورالدین زنگی دستور داد وارد تونل شوند. مشعل‌ها روشن شد و چند نفر به داخل رفتند. مسیر تاریک و باریک بود، اما چیزی که همه را وحشت زده کرد جهت آن بود. تونل مستقیم به سوی مسجد النبی و قبر مبارک محمد صلی الله علیه و آله می رفت. دیگر شکی باقی نمانده بود. آن دو مرد دستگیر شدند. نقشه‌شان فاش شد و توطئه‌شان پایان یافت. پس از آن نورالدین برای همیشه خیال خود را راحت نکرد. او دستور داد اطراف قبر پیامبر را عمیق‌تر بررسی کنند و برای محافظت مانعی محکم در زیر زمین ایجاد کنند تا دیگر هیچ کس ایون از زیر خاک نتواند به آن نزدیک شود.